سلام، من لیلا هستم و امروز روی صحبتم با تمام عزیزانیه که بالای 60 سال سن دارن و تا به الان یوگا رو امتحان نکردن. احتمالا شما اسم یوگا رو که میشنوید به یاد دختران جوان لاغرندامی میافتید که حرکت‌های خیلی سخت و پیچیده‌ای رو انجام میدن. بعد با خودتون فکر میکنید من که از عهده انجام این حرکت‌ها بر نمیام. پس هیچ وقت حاضر نمیشید که یوگا رو امتحان بکنید. ولی من باید بهتون بگم که کاملا اشتباه فکر میکنید. یوگا برای همه است. با هر سنی، با هر جنسیتی، هر وزنی و هر سطحی از سلامت یا آمادگی جسمانی. حتی اگه شما جز اون دسته از افرادی هستید که به راحتی نمیتونید روی زمین بشینید، میتونید از یک صندلی برای تمرین حرکت‌های یوگا استفاده بکنید. یوگا بهتون کمک میکنه که عضلاتتون رو تقویت کنید، بهتر و استوارتر بایستید و راحتتر بنشینید یا از جاتون بلند بشید. کمکتون میکنه که خمیدگی پشتتون رو اصلاح کنید. یوگا باعث میشه دامنه حرکتی مفاصلتون رو حفظ کنید و از پوکی استخوان پیشگیری میکنه. با تکنیک‌های تنفسی که در یوگا آموزش میگیرید، یاد میگیرید که بهتر و موثرتر نفس بکشید و استرس ها، اضطراب هایی که توی این سن تجربه میکنید راحت‌تر کنترل بکنید و در نتیجه خواب بهتری داشته باشید. من پیشنهاد میکنم که این بار که اسم یوگا رو شنیدید واهمه نکنید. یوگا رو تجربه کنید.